نورالله بکرخیل هستم، استاد و آمر دیپارتمنت ژورنالیسم پانتون کاردان. ما از لیسه عالی غازی فارغ شدیم به درجه اعلی و بر از اون مطابق به علاقه‌مندی که داشتم در رشته ژورنالیسم در پانتون کابل راه یافتم و پس از او هم رشته دیگه که زیاد علاقه‌مندش بودم، روابط بین‌الملل، ماستری خود در بخش فرا گرفتم. نظر به علاقه‌ای که داشتم در بخش رسانه و به ویژه در بخش ژورنالیسم، پس از اتمام دوره تحصیلیم در تلویزیون‌های مختلف به عنوان مجری برنامه‌های خبری و سیاسی ایفای وظیفه کردم و در کنار از او هم یک وظیفه بسیار مقدسی که وظیفه استادی است. در این رشته و تجربه‌ها و اندوخته‌هایی که داشتم خواستم با محصلان شریک کنم و عملاً خیلی خوشحال هستم که در این زمینه فعالیت می‌کنم و به قشر جوان مومد واقع میشم. با وقت با مو جوانای پرانگیزه و جوانایی که تلاش میکنن و پشت کار دارن همراهشان میباشی و یک حس بسیار خوشایند، یک حس بسیار خوبی را به من دست میده و من تا حال که همراه جوان هستم بسیار خوشحال هستم، چون همشان با مو یک رویای خوب و با یک فکر خوب به یک آینده خوب در افغانستان کار میکنن. برنامه فرهنگی چطور این برنامه را پیش ببریم؟ اول تر از همه باید ما همون چارچوبات و همچنان طرح ما پیش باشد. نزدیک به 6 ساله که من در رسانه کار کردیم و تجربه‌ای که در این زمینه دارم، بیشتر ارزیابی من بود که کار به اهل کار سپرده نشده بود. یعنی کمتر کسایی بود که اونا حرفه‌ای و همچنان به گونه‌ای که از رشته ژورنالیسم فارغ شده وارد عرصه رسانه شود، فیصدی بسیار کم بود. اما تجربه من ایجاب میکنه که یک پیام داشته باشم تا جوانان تحصیل کرده که در این رشته باشه در رسانه را پیدا کنم. واژه‌ای که میگه سرش تاکید شد، هرقدر تاکید شد اونقدر بهتر است. من حیث یک جوان تلاش می است که برای جوانان و همچنان برای یک آینده مثبت و بهتر از امروز به افغانستان کار کنم. علاوه بر اینکه تلاش می است که در بخش سطح تحصیلات عالی ادامه تحصیل کنم و همچنان به جوانان کار کنم. همه ما به عنوان اخوت و برادری گرد هم جمع شویم و هدف کلی ما بهتر شدن آینده افغانستان باشه، آینده نسل باشه. ما به عنوان برادر در خانواده مشکل خودمون حل کنیم و نبانیم دیگران را تا دست اندازی کنه و مشکل افغانستان بیشتر کنه. من با آینده کشورم به افغانستان خیلی خوشبین هستم، به خاطر که بیشتر قشر این جامعه را جوانان تشکیل میدن و قشر جوان هستند که با انگیزه هستند. یعنی همیشه ما وقت در بین جوانان بودیم و دیدشانی بود که ما همیشه تلاش میکنیم و همیشه امید داریم. بنان با جوانانی که امید دارن و تلاش میکنن واقعا ما افغانستان با ثبات هم حال داریم و هم با آینده می داشته باشیم. فقط به شرطی که ما به جوانا هم در سطح رهبری فرصت بدیم. یعنی از تمام اقشار، از تمام اقوام وقت در سطح رهبری جا داده شود، بنان ما یک افغانستان با ثبات و همچنان آرام می داشته باشیم. اگر ما بخوایم یک جامعه تحصیل کرده و یک جامعه روشن داشته باشیم، نقش خانم‌ها هم در جامعه خیلی مهم و حیاتی است. وقتی که ما الگوبرداری از پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و سلم از اسلام میکنیم، طبعا به ما پیام واضح و روشن است که در کنار مردا زنها در چوکات اسلامی، در چوکات شریعت برشان مهلت داده شود و فرصت داده شود تا اونا هم در آینده بهتر افغانستان سهم بگیرن. رسانه ها دنیا رو به یک دهکده تبدیل کردن. رسانه در حقیقت آواز مردم و همچنان یک پل ارتباط میان مردم و حکومت است. اگر حکومت میخواهد که همون تلاشایی که میکنه و تلاشایی که انجام میده و سهم مردم برسانه، اینجا نیاز است تا رسانه باشه و بیرون شدن رسانه از جامعه یک در حقیقت یک ضعف است و همچنان یک نقطه منفی یا تاثیرات منفی بر جامعه میگذاره. پیام ما به جوانان این است که
شما در حقیقت انرژی کشور ما رو تشکیل میتین و همه چشم و امید این کشور به شما دوخته شده است. به این خاطر هرگز ناامید نشین و تلاشتان کنین که به ناامیدی غلبه کنین و همیشه امید داشته باشین، انگیزه داشته باشین، تحصیل کنین، چون یک عنصر حیاتی که جامعه را تشکیل میده به خاطر ترقی و پیشرفت جامعه تحصیل است. و همچنان اگر ما جوانا یک جای شیم اتحاد داشته باشیم، اتفاق داشته باشیم، افغانستان می سازیم که یک الگوی بسیار خوب و مثبت به دیگر جهانیان باشد.